سلام به روی ماهتون. من اومدم بعد از مدت‌ها با یک آموزش فوق‌العاده جذاب، این اسکاچ توت فرنگی که بافت بسیار زیبا و راحتی داره. اگه با کانوای معمولی ببافینم میشه یه دستگیره بسیار زیبا و جذاب. مارک کانوامون هیچ فرقی نمیکنه، فقط برای اسکاچ باید با کانوای سوزنی ببافیم، برای دستگیره با کانوای معمولی. قلابتونم حتما شماره 2 باشه اگه میخواید اسکاچ ببافین، چون اگه بزرگتر باشه خیلی بزرگ میشه توت فرنگیتون. بریم که با هم ببافیمش. در ابتدا با رنگ سبز یک گره روی قلاب ایجاد میکنیم. 5 تا زنجیره میزنیم. داخل اولین زنجیرمون بست میزنیم. حالا 3 تا زنجیره. 12 تا پای بلند کنار 3 زنجیرمون میزنیم که در آخر رج 13 تا پای بلند داشته باشیم. خب من تا آخر بافتم. حالا داخل سومین زنجیره اول رجم بست میزنم. 3 تا زنجیره میزنم به عنوان یک پای بلند. داخل این رج باید داخل همه گندمیامون 2 تا پای بلند ببافیم. پس میایم کنار 3 زنجیرمون یک پای بلند میبافیم. داخل گندمیای بعدم هر کدوم 2 تا پای بلند که در آخر رج 26 تا پای بلند داشته باشیم. این رج داخل همه 2 تا، رج سومم به همین صورت باید داخل همه 2 تا پای بلند ببافم. خب من تا آخر بافتم. آخر رج سوم باید 52 تا پای بلند داشته باشیم. حتما بشمارید که کارتون اشتباه نشه. داخل سومین زنجیره اول رجمون بست میزنیم. حالا 4 تا زنجیره میزنیم. یک گندمی رو رها میکنیم. داخل بعدی یه دونه پای بلند میبافیم. دوباره یک زنجیره میزنیم. یک گندمی رها. داخل گندمی بعد یک پای بلند و یک زنجیره میبافیم. دوباره گندم رو تا آخر رج باید ادامه بدیم که آخر رج 26 تا پای بلند و 26 تا زنجیره داشته باشیم. خب آخرین زنجیره رو که زدیم میریم داخل سومین زنجیره اول رج بست میزنیم. از پایین 3 تا بشمارید، بیاین بالا و بستتون رو بزنید. 4 زنجیره که اول رج زده بودیم 3 تاش حکم یک پای بلند رو داره، یکیش هم حکم فاصله رو داره. خب حالا باید با رنگ قرمز ببافیم. رنگ قرمزمون رو میاریم به رنگ سبزمون وصل میکنیم به این صورت و میریم داخل فضای یک زنجیره‌ای یک بست میزنیم. حالا اینجا 3 تا زنجیره میزنیم. کنارش 2 تا پای بلند میبافیم که با 3 زنجیرمون میشن 3 تا پایه بلند. این رج همزمان هم با رنگ قرمز هم سبز میبافیم. پس باید اون نخم پشت کار بیاریم. حالا یک زنجیره میزنیم با رنگ سبز. میایم داخل 3 تا گندمی بعد هر کدوم 3 پای بلند و یک زنجیره میبافیم. یعنی کامل ما باید داخل این فضاهای تک زنجیره‌ای که رج قبل زدیم ببافیم. اینجا 3 پای بلند یک زنجیره. داخل فضای تک زنجیره بعدی هم همینجور. ببینید دقت کنید که این نخ قرمز رو به این صورت پشت بافت همراه خودتون بیارین، چون که بهش احتیاج داریم. این 2، اینم 3. دوباره یک زنجیره میزنیم و تو فضای بعدی 3 پای بلند میبافیم. 1، 2 و این هم 3. حالا زنجیرمون رو با رنگ قرمز میزنیم و میریم داخل فضای بعدی 3 پای بلند میبافیم. این دومی، این هم سومی. با رنگ سبز یک زنجیره و داخل 3 تا فضای بعدی مثل اینجا 3 پای بلند و یک زنجیره ما بینشون میبافیم. این دومی پای بلندم، این هم سومی. حالا یک زنجیره و داخل 2 تا فضای بعدی هم 3 پای بلند میبافیم با فاصله یک زنجیره.
خب من به این صورت بافتم. حالا نخ قرمزم رو میارم، زنجیرم رو با رنگ قرمز میزنم و میرم داخل فضای بعدی. 3 تا پای بلند میبافم. با رنگ سبز 1 زنجیره میزنم. دوباره میرم داخل 3 تا فضای بعدی، هر کدوم مثل اینجا و اینجا 3 پای بلند میبافم با فاصله 1 زنجیره. این سومی پای بلندم 1 زنجیره و تو 2 تا فضای بعدی تکرار میکنیم. خب من به این صورت 3 تا دسته 3 پای بلندی با فاصله 1 زنجیره بافتم. حالا تو فضای بعدی 3 پای بلند با قرمز، ببینید 1 زنجیرم رو زدم با رنگ قرمز. حالا اینجا میام 3 پای بلند میبافم. 1 زنجیره با همین رنگ قرمز و میرم داخل فضای بعدی. 3 پای بلند میبافم. حالا با رنگ سبزم 1 زنجیره میزنم. ببینید به این صورت نصف از توت فرنگیمون کامل شد. ببینید این 3 تا مال برگه، اینم که مال خود توت فرنگیه که باید اضافه کنیم. تا حالا نصفش رو بافتیم. ببینید اگه به این صورت تا کنیم این میشه نصف توت فرنگیمون. شما نصفه بقیه رو مثل نصفه جلو ببافید. اینجا 3 پای بلند ببافید، 3 تا دسته 3 پای بلندی با رنگ سبز بعدی قرمز، دقیقاً مثل جلو. ببینید جلو باید 3 تا از این دسته های 3 پای بلندی داشته باشیم، ما بینشونم که دسته 3 تایی با رنگ قرمز. خب عزیزای دلم ببینید من به این صورت بافتم. مثل این قسمت جلو این طرف هم بافتیم. 3 تا دسته 3 پای بلندی داریم با رنگ سبز، 2 تا قرمز. فقط اینجا 2 تا زدیم که اینجا گوشه کارمونه. حالا به آخر رج که رسیدیم، آخرین دسته 3 پای بلندی رو که با رنگ سبز بافتیم، 1 زنجیره با رنگ قرمز می بافیم و داخل آخرین فضای تک زنجیره ایمون 3 تا پای بلند می بافیم با رنگ قرمزمون. این گوشه کارمون هم به این صورت درست شد. ببینید این قسمت جلوی کارمونه تا اینجا، اینم قسمت پشت. ما داریم قسمت جلو و پشت رو همزمان با هم دیگه میبافیم. خب میایم تو سومین زنجیره اول رجمون بست میزنیم. نخ سبزم میگیریم پشت بافت و بست میزنیم. بچه یه نکته ای رو بگم، اینجا که ما هم با رنگ سبز هم قرمز میبافیم همزمان، یکی از کامواهاتون رو طرف چپ قرار بدید، یکیشو طرف راست که به هم گره نخوره اذیتتون کنه. خب حالا میام با رنگ قرمزم چند تا بست میزنم که به اینجا برسم. با رنگ قرمزم باید بزنم بستم رو. فقط نخ سبزم بیارید دنبال خودتون. 1 2 اینم سومین بست. 3 تا بست زدم و به اینجا قبل از این پایه که اینجا داشتم با رنگ سبز رسیدم. این دسته 3 پای بلندیم. اینجا 3 تا زنجیره میزنم. خب حالا کنار 3 زنجیرم 2 تا پای بلند میبافم که با احتساب 3 زنجیرم 3 تا پای بلند دارم. به این صورت. حالا 1 زنجیره با رنگ سبز میزنم و میرم داخل 2 تا فضاهای بعدی، هر کدوم 3 تا پای بلند با فاصله 1 زنجیره میبافم. یعنی اینجا 3 پای بلند، یک زنجیره و میرم داخل فضای بعدی 3 تا پای بلند میبافم. این برگمونه که داریم کمش میکنیم و این قسمت هایی که مال خود توت فرنگیمونه رو داریم اضافه